سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. انشالله هر جای باشین جور صحتمند و شاد و خرم باشین. دوستای عزیز بازم خوش آمدین. مثلا این روز باز ما یک سفارش گرفتیم که بارم از کشور کانادا هست سفارش ما و این لباس ها رو که میبینید میخوایم برای شما هم یک ویدیو بگیریم تا شما هم بیننده باشین و از هر کدوم از لباس ها که خوشتون آمد شما هم میتونید با بار دیگهش شما بر ما سفارش بدین و ویدیوی بعدی انشالله از شما باشه. خب دوستای عزیز، اینی لباس که میبینید بخمل هسته که خیلی قشنگ دیزاین شده که موردوزی هسته که ببینید اینی آستینش هسته که بسیار قشنگ کات کات خورده دیزاین از این موردوزی شده خیلی قشنگ. این هم یخنش، این هم یخنش که خیلی زیبا و شیک دیزاین شده. کلا در موردوزی دادیم که ماشاءالله خیلی زیبا قشنگ و ساده دیزاین کرده و اینی هم دامنش هسته همچنین کات کات خورده بسیار قشنگ برنگ جگری. این هم بخمل دیگه. اینی هم شلوار ازی هسته، شلوارش این هم بسیار قشنگ دان پایچه ازی هم قسمی موردوزی شده دیزاینش دیگه کات کات هم خورده خیلی قشنگ. دیگه پایچه ازی هم کلان و پراخ آمده. من یک بار شما رو کامل نشان بدم. خیلی راحت هست اینا، زیادتر راحت و در خانه هم زیادتر اینا رو میپوشن. دیگه دوستای عزیز اینی هم هسته، شال هسته، شال برنگ سرمه‌ای هسته که خیلی قشنگ زیبا دیزاین شده. سرخنی ازی که هسته، دستوزی هسته، دیگه راش کلان ماشینی هسته. دیگه هم کات کات خورده. اینی آستین ازی هسته که خیلی زیبا دیزاین شده، خیلی قشنگ دیزاین شده. دیگه گفتیم که شیشه های ازی که دستوزی هسته. دیگه آستین ازی هم کات کات خورده که تقریبا 3 تا کات خورده. اینی هم دامن ازی هسته از این آستینش و اینی هم یخنش بسیار قشنگ ساده دیزاین شده. البته اینا هم کوتاه هسته چون اینا با شلوارای کلان یعنی پراخ هسته پوشیده میشه. شلوارای از اینا دیزاین از اینا کسا پراخ هسته با او خاطر اینا کوتاه پوشیده میشه. این هم شلوارش هسته که ما قسمی دیزاین شده. شلوار از این خیلی عالی و قشنگ دیزاین کردیم. همون عین سفارش که از ما داده بود، همون قسم رو ما که گفته بود ما عین همون مشخص را برشان آماده کردیم. دیگه یعنی هم رنگ سرخش هسته که کاملا فرق میکنه دیزاینش البته از وری. دیگه کسا فرق میکنه دیزاینش. دیزاین از کس پنجابی هسته نه چاک خورده بغل خود. دیگه یخن ازی هم سرخنی ازی کس ماشینی هسته فقط ششش کس دستوزی هسته دستی کار شده. یعنی هم آستینش، یعنی هم دامنش، یه هم یخنش. یه هم مثل از همی کوتاه پشتم شده بخاطر که شلوارش کلان است، کلان دیزاین شده. این هم از شلوارش یک دیزاین خاص دیگه. شلوارای از اینا کدی خود از این لباس ها یک دیزاین خاص خود داره دیگه خیلی قشنگ. و دیگه دوستا اینی هم رنگ جگری هسته. این عین همون دیزاین دیگر داره که هم سرخنه ازی که هست دیگه دستوزی هست، دیگه راش هست ماشینی. این هم کات کات خورده. یخنی ازی، اینی هم آستینی ازی قشنگ بسیار خیلی ازی مشتری از ما دیزاین کردیم. دامن ازی که کات کات زیاد خورده، بسیار زیاد سر زحمت کشته شده. هر کوک ازی هر شیشه ازی که 100% زحمات خود داره. تنها یک دیزاین آستین ازی خیلی زیاد کرده خیلی عالی. یخن و چیزی اینا کلا دیزاین از اینا چی هسته کوتاه هسته بخاطر که لباس هایشان کلان هسته با اوش هسته که خیلی قشنگ دیزاین شده. چه دیزاین خاص شیشه دوزی شده، دستکاری شده، قشنگ کات کات خورده. یعنی هم سایز شلوارش. و این هم رنگ ایشیل هسته که عین همی دیزاین رنگ جگری کار شده دیزاین شده. دیگه آستین ازی
یه میخنی ازی دقیق میتونین ادوار کاملا رو زوم بکنه دست از ما، خیلی زیبا دوستان ببینن دقیق مشخصاتشه و انشالله که خوششون میآید و بار دیگه انشالله اینا بر ما سفارش بده. این همون دیزاین نزد که ما پیشتر نشان دادم، فقط رنگ از ایشیل است از او جگری بود و این هم شلوارش هست. خب اینی هم که هست امو رنگ ایشیل هست که این امو دیزاین شده ولی سایز دراز هست. دامن از 3 متره هست که اینا در محفل ها پوشیده میشه دیگه. دیزاینش همون دیزاین ها هست، امی چی آستینش یخن و سرخینه و دیگه دامنش کلن همون دیزاین کار شده، فقط دی مدل از دراز هست چون اینا در محفل ها پوشیده میشه دیگه. دامن از تقریبا 3 متره هست، خیلی زیاد بزرگ هست. مدل از هم سایزش سایز دراز است. و دوستای عزیز اینی هم لنگ لاجوردی هست، این هم دراز است، این هم دامنش 3 متر است. این هم اینمو دیزاین قبلی رو داره، آستین، این هم دامن دیگه یخن و دامن و آستیناش کلن یک بار کاملا از زوم بکنه ببینین که خیلی قشنگ و ظریف کاشته. واقعا آمدیم سر نمونه های پنجابی که یک چند جوره سفارش گرفته بودیم. حالا ایران میخوام دانه بازار بر شما بسیار با مشخصات براتون توضیح بدم دیگه. اینی هم پنجابی هست، پایپیندار، پنجابی پایپیندار یا نامشون یاد میشه دیگه. خیلی ساده هست تلوارش و هم چادرش. ایران ببینید بسیار قشنگ. این هم دیزاین شده و این هم رنگ دیگهش پنجابی پایپیندار که اکثریتشون سایزشون یکم درست‌تر آماده میشه. اینی هم پنجابی دیگه. گوریزارش هم ببینید دوستا. این هم هزار ازی بسیار یک دیزاین قشنگ، این دیزاین سری آستینش خورده ده شلوارش. این هم از درازش بسیار راحت هست پنجابی ها که اکثرت اینا در خانه هم زیاد میپوشند. عزیزی بود از لباس و ویدیوهای امروز که بر شما آماده کرده بودیم دیگه. انشالله از این لباس ها خوشتان آمده باشه که هر کدام از لباس ها واقعا زحمات خاص برای از اینا تلاش های زیادی کردن، کسایی که اینا رو آماده کردن، دوختن، موردوزا، دیسکوکا و ماشین دوزا و همگی دیگه. دوستا اگر شما هم خواستین بر ما سفارش بتین مثل بقیه، میتونین از شماره واتساپ بر ما تماس بگیرین. در اونجا هر نوع دیزاینی که خواستین، هر نوع لباس های افغانی، هزارگی دیگه، لباس های زنانه، مردانه، ما آماده میکنیم، در خدمت شما هستیم دیگه. ویدیو رو هم انشالله تا آخر تماشا کرده باشین. لایک سابسکرایب ما یادتان نروه، لایک کنین، شیر کنین در دوستایتان دیگه، سابسکرایب هم بکنین تا از ویدیوهای دیگری ما شما هم با خبر باشین دیگه. روزتان خوش، خداوند یار نگهدارتان.